این ویدیو رو اگه داری چربی میسوزونی یا اگه میخوای چربی بسوزونی حتما باید ببینی. میدونی چرا؟ چون خیلیاتون توی دایرکت دارین برای من عکساتون رو میفرستین، وزنه کم شده، ولی وقتی جلوی آینه از خودتون دارین عکس میگیرین یا خودتون رو میبینین به یه هیکل بیریختی متاسفانه رسیدین و اون چیزی نبوده که میخواستین. پس این ویدیو رو حتما ببین. سلام و درود رفقا، خوش اومدین به کانال فیت باش. قبل از اینکه بریم سراغ اینکه ببینیم آقا چربی سوزی و کاهش وزن چه تفاوتی داره، چون خیلی متفاوتن و تو اینترو هم دیدین دیگه، یعنی توی نتیجه کار داستان یه لول دیگه است، واقعا میگم. خب قبل از اینکه بریم اونا رو بررسی کنیم دو تا نکته اول این که پیج اینستاگرام من شروع کردیم، اونجا داریم یه چالشی رو اندازی میکنیم. اون چالش خیلی چالش مفیدی هست برای کسایی که دنبال چربی سوزی، عضله سازی و تغییر هستن. پس حتما برید فالو کنین ببینین، چون براتون مفیده. ببین چند بار گفتم. نکته دومی که هست اینه که بچه‌ها من بیش از 200 تا ویدیو یوتیوب ساختم تا دلتون بخواد راجع به تمرین، تغذیه، نکته، تجربه خودم توی این کانال صحبت کردم. پس اگه میخوای یه تغییری رو توی خودت ایجاد بکنی نسبت به گذشته‌ت، این کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله بغل رو بزن و کلمه فیت باش رو کامنت کن، چون ما ایرانی هستیم و ویدیوهای جدیدمون به دست شما نمیرسه. سابا متاسفانه میپره و زمانی که کامنت خوب انگلیسی میذارین دیگه یه استپ میایم بالا و دیگه ثابتون نمیپره و خب ویدیوهای جدید داره با کیفیت تر میشه، تجربه بیشتر میشه، حرفه‌ای تر میشه و خودتون از دست میدین و حیفه. بریم سراغ اصل مطلب. خب بچه‌ها ببینید ماجرا چیه. ما دو تا گروه رو گفتیم که داریم دیگه، یه کاهش وزن داریم، یه چربی سوزی داریم. هدف آدما 99% چربی سوزیه، ولی دارن مسیر کاهش وزن رو میرن. من الان به شما مسیر کاهش وزن رو میگم، خودتون یه چک بکنین ببینین که دارین درست میرین، اشتباه میرین و چطوری است. ببینید بچه‌ها، ما برای اینکه کاهش وزن خیلی سریع داشته باشیم این کارا رو معمولا انجام میدیم و یه مقدارم جوگیر شدن درش دخیل. تمرین کردن بیش از حد. طرف تازه اومده باشگاه بدنسازی، میبینه که باشگاه 6 روزش ارزان‌تر از 4 روزشه، 6 روز ثبت نام میکنه. خب یه ماه میاد، 2 ماه میاد، یهو 20 کیلو 30 کیلو وزنش میاد. ما به این میگیم کاهش وزن. کاهش وزن حجم خیلی زیادی از وزن میاد پایین و شما زمانی که دارین این وزن رو لوز میکنین، از دست میدین، عضلاتتون هم دارین میارین پایین و عضله دارین میسوزونین. چرا؟ چون بدن عادت نداشته دیگه، یهو افتاده تو اون حجم از تمرین. پس یکی از اتفاقایی که توی کاهش وزن میفته و این کاهش وزن بد که نتیجهش هم چیز بدیه بهش میرسین، اینقدر یهو کم میکنین، ورزش بیش از حده. دومین اتفاقی که توی کاهش وزن وجود داره و اونم در ادامه همینه، یعنی همین فیدبک رو به شما میده، رژیم غذایی نامناسبه. حالا این رژیم غذایی دو تا پرانتز میشه. یه رژیم غذایی یه نفر میگیره ورزش نمیکنه، اون که اصلا خیلی بدتره، یعنی بدترین حالت حالا چربی سوزی کاهش وزن به نظر من کسی که تواناییشو داره، کسی که تواناییشو نداره اصلا کاری باش نداره. کسی که تواناییشو داره میتونه ورزش کنه و ورزش نمیکنه و فقط با برنامه غذایی وزن کم میکنه، 100% تو اون وزنی کم میکنه عضله هم لوز میکنه. چرا؟ چون زمانی که شما تمرین میکنید دارین از عضلاتتون استفاده میکنید. وقتی عضله اکتیو میشه متابولیسمتون افزایش پیدا میکنه، عضلاتتون هایپرتروفی میشن، پرتر میشن. ببین چی میگم؟ و قطعاً و کوچکترین اتفاقی که رقم میزنه اینه که دیگه نمیذاره عضله بسوزونه. عضله گرونترین دارایی شماست. اون چیزی که الان منو سر پا نگه داشته، دستامو میتونم تکون بدم، منو تا 70 سالگی 80 سالگی قامتمو راست نگه می‌داره، میتونم راه برم، عضله است. پس باید عضلاتتون رو حفظ بکنید اگه میخواین طول عمر بالایی داشته باشین. پس برنامه غذایی بدون ورزش، مخصوصا چربی سوزیش، اصلا نکنید. 100% توش عضله سوزی هست. نکته بعدی، میایم به سمت کسایی که برنامه غذایی دارن و برنامه غذاییشون افراطی، تمرین هم میکنن. اینا دیگه بدترن، یعنی بدتر. من دیروز تو باشگاه بودم، یه نفر بود داشت میگفت نون رو حذف کردم، برنج رو حذف کردم، قند رو حذف کردم، عرضم به حضورتون کلا همه چربی رو حذف کردم، دیگه میخوام کم بکنم. اومد قشنگ میدیدمشم 6 روز تو هفته ثبت نام کرد و گفتم یا علی مدد.
این آدم خب وقتی شما توی این مسیر میافتین، ببین فعالیت بردی بالا، غذا رو آوردی پایین، حذف کردی، این غذایی که خرابه، فعالیت هم که خرابه. خب چه اتفاقی میفته؟ بدن مجبور میشه از اون چیزایی که داخلش هست، عضلاتی که داره استفاده کنه و لوز میکنه و عضله سوزی اتفاق میفته. پس کاهش وزن به این صورت هست. من الان 3 تا مدل مختلفشو گفتم. چرا؟ چون میخوام قشنگ تویی که داری میبینی درک بکنی، بفهمی که آقا الان یه نگاه به خودت بکنی، بک‌گراند تو ببینی کدومو داری انجام میدی، کدومو داری انجام نمیدی، سریع تغییر بدی که نری تو این مسیره، نیافتی تو این مسیره. خب پس فهمیدیم که چی شد. راستی یه نکته‌ای هم بخوام بهتون بگم اینجا در ادامه این ویدیو، حتما بریم این ویدیو رو هم ببینید. این بالا یه ویدیو براتون میاد، مکانیسم چربی سوزی. تا زمانی که شما ندونین چه روندی باید توی بدنتون ایجاد بکنید تا بدنتون بره توی چربی سوزی، بدنتون وارد چربی سوزی نمیشه و این نکته خیلی مهمه. حتما اینو حواستون باشه. اما چربی سوزی داستانش چیه؟ چربی سوزی یعنی چی؟ چربی سوزی یعنی اینکه آقا شما میری یه برنامه غذایی اصولی داری، برنامه غذایی مامانپز داری، یه برنامه تمرینی داری، عضلاتتو قشنگ اکتیو میکنی، پروتئین خوب میخوری، برنج خوب میخوری، ماکارونی خوب میخوری. آره بچهای ما هم برنج میخورن، هم ماکارونی میخورن، نمیدونم قندم میخورن، ما هیچ میوه میخورن، هم هیچ چیزو هضم نمیکنیم، همه چیو خوب میخوری، عضلاتتو اکتیو میکنی، عضلاتت پر میشه، متابولیسمت افزایش پیدا میکنه، بدن میره سراغ چربی ها، چربی تو میاری پایین، چربی سوزی میکنی، از اون طرف عضلات هم داره افزایش پیدا میکنه. حتی اگه عضلات افزایش هم پیدا نکنه دیگه کاهش پیدا نمیکنه. و زمانی که تو 5 کیلو 6 کیلو که کم میکنی، یه فیدبکی که من با بچه‌ها الان دارم باشون صحبت میکنم، میگم ببین متی من توی این یه ماه 4 کیلو مثلا شاید چربی سوزونده باشم، 4 کیلو وزن کم کردم، خب ولی هیکلمو هر کی میبینه میگه ورزشکاری تر شده. چرا؟ چون عضله ساخته توی این رونده. گرفتین چی شد؟ پس این تفاوت چربی سوزی و عضله سازیه که حتما این دوتا رو قطعا یه بررسی بکنید ببینید چطوری و اینا. خب بچه‌ها دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که لذت برده باشین. سوالی نظری داشتین حتما توی کامنت برام بیارین. ویدیوی دست راست من، دست چپ شما ویدیوی مرتبط با این ویدیو، اونو ببین، استفاده کن و حالش رو ببر. خلاق و پر انرژی و ورزشکار باشی. خدا